درود شما دوستان، چطورید؟ من مستر بلک هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. داخل این ویدیو قسمت دوم ماینکرافت مپ حسابمون رو بریم. پس ممنون میشم اگه لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب توی قسمت بعدی همونطور که دارید میبینید یه دونه نمیدونم کلنگ و اینطور چیزا درست کردیم. 3 تا هم آهنگ کردیم و یه عالمه توپ. تو این قسمت قراره یه ویلیج دیگه پیدا کنیم، یه کمی گزا بزنیم و بعد گزا بزنیم چیه؟ دیگه اونا رو بکشیم و گزا پیدا کنیم و میریم بیرون. نه هیچ کس نیست. اوه سلام دنیا. به 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 به. اونم که کمه. الان میمیرم بعد برم جمع این سری تموم میشه. برم یکم گزا زن کنم. ما ببینم چیزی دارم واسه خوردن. بله. نون دارم، نون. یام 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 یام. خب چرا از این ژله ها هست اینجا؟ کمی گوسفند بکشم بیام. میریم سراغ گوسفندا. وای چقدر این منطقه خطرناکه. این افتادن دنبالم. وای خب نه کافیه 11 تا به نظرم. چی بود؟ صدای چی بود؟ خب برم اینا رو یه جایی بپزم. خب از اینجا سنگ میدازدیم، بازم میکنیم. ببینیم اینجا داشت آرگون من اون کجاست؟ نیستش، گنده که محله نیست. خب فکر کنم آرگون اسپان نشده هنوز. نظرتونه بریم یه ویلیج دیگه؟ نظرتونه باشه. پس بریم ببینیم میتونیم یه ویلیج دیگه پیدا کنیم ما. ای وای خداحافظی نکردم از اونا. باشه خداحافظ عزیزم میکنم. بالاخره انگار داریم یه چیزایی میبینم. بله یه ویلیج جدید. اونم چه ویلیجی. بریم گارتش کنیم. من دارم میام. منتظر من باشین که اومده. سلام دوشم. سلام. اکلم داخل این خونه یه چیزایی باشه. حسم داره میگه. ببینیم. بله گزا تون. تستم برمیدارم که لازمم میشه. اینم میکنم. بله خب ببینیم اون یکی خونه. اینم از این خونه بود ببینید. بس داخل اونم یه چیزایی هستش. اینم بده من. مرسی. ما باید آماده باشیم دیگه. خلاص شب بشه و سر نداشته باشم بد میشه. سقف اینجا ببندم. چی دیدم من؟ به آرگون چیه؟ امرالد. اینا هم برمیداریم. خب اینا هم برمیداریم بازم. اینا که به درد این ویلیجا نمیخورن. اینا مثل ربات دارن هر روز کار میکنن. بس از چی بهتره که به من کار کنن مگه نه؟ اینم چیزی نداره. بریم خونه بزرگی. این فکر کنم یه خبری باشه داخل اینجا. برم داخل البته ناهارم من بخورم. فکر کنم این خونه یه شاعر چیزی باشه. این چقدر کتاب است. شاعر یه گزه هم نداره واسه خورده. بکن ببینم. بکن مرسی. داشتم تویی. الان گره آهنتو بدی به من مگه نه؟ بعد نگاه کرد ترسیدم. اینجا هیچی؟ این هم که هیچی نداره. بله نه این باید داشته بود. این یه چیزایی به دردم میخوره فکر کنم برمیدارم. ببینیم چی داره. بله سمکلا هیچی نداره ولی اینو برمیدارم شب دردمون بخوره. میلیون این داشت میبندیم. از اینجا هم چیزی که نه فکر نکنم باید. البته یه آب بردارم به نظرم خوبه. یه دونه آب برمیداریم که شاید به احتمال زیاد به دردمون بخوره. خب به خدا گفت و پهلو. بریم بخوابیم. کدوم خونه بریم اینجا. این تکیه به نظر من خیلی باحال تره. برو زود شب بشه خطرناک میشه. به
بیرون رو ببینیم. جون اومدیم سینما سالی دایی میکنیم. ببین چی میزنه. به 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 به. این چی میگه اینجا؟ پشو ببینم. پشو ببینم. اینجا جای منه. نه یه سوپ دیگه. یه صدایی توی گوشم میگه به 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 به. بازم شو میکنیم سوپمونو با چوب کندن. جون سلام تویی. اینا بده من به دردم میخوره. چرا کندم؟ خوب کردم. خب چیزی ندار. اینا هم چیزی خاصی نیستن. چی دیگه این ویلیج هم به نظر من کارک کردیم. یعنی من اینو یه کاری میکنم. میدونم ریسکه ولی عیب نداره. میزنم فرار میکنم تا بیاد دنبالم. او پنسو نه خیلی خوبه به نظر من این تعداد. یه چیزی دیگه منتظر ببینیم یکی دیگه اسپان میشه. اونگه جمع میکنم که بتونم یکی دیگه ستمو کامل کنم و تمام زرهامو بپوشم. کم کم دای شب میشه و من هنوز منتظرم تا یه اسپان بشه و من بکشم. هنوز هیچ اسپان نشده. بله حیوانا دایی ما صبوریم. من و شما خیلی صبوریم. من حالا نمیمیرم. قرار برم دراگون رو بزنم تو شب. یه ایده دارم. یه دونه دیگه سطل آب بردارم که بتونیم یه آب بی‌نهایتی دور خونمون درست کنیم. اگه خونه ساختیم بتونیم یه آب بی‌نهایتی هم کنارش هیچ دیگه بسازیم. به دردمون میخوره. یه فرانس درست میکنیم که گزه هامون رو بپزیم. نمیدونم چرا اسپان نمیشه پس. به اسپان شد باشم چطوری. خب بیایم یه دونه نه دیگه نه. خب میگه منم میزنم فرار میکنم. خوب کردم دوست داشتم. خب این که ما اینو چیکار کنیم. من برمیدارم فرار میکنم. همونجا نوبارا میکنیم. وای اسکلتون. وای بریم بخوابیم ببینیم صبح چیزی اسپان شده یا نه. خب تو چی میگی صبح؟ باز نکن بی‌تربیت. ببین باز خودش فرار کرد. نه دیگه الان مردم. بله به گوشت زامبی. صبحونه چه بهتر از گوشت زامبی. نه مسموم میشیم. بس صبحونمونو با نون شروع میکنیم. خب ببینیم بازم آرامگاهیم هستش که ما بتونیم بزنیمش یا نه. به نظر من بیایم اینجا یه خونه کوچیکی درست کنیم فعلا. ابتدایی ببینیم دیگه بعدن چی میشه دیگه. پس شروع میکنیم که خونمون رو بسازیم. اون با چیش بسازیم. نه نمیذارن که. به نظر من از همین رو بسازیم خیلی خوبه. با تو بسازم دیگه. چیز خاصی دیگه ای نداره. پس شروع میکنیم اینطوری. بدونه اینطوری. خب بریم وسایلمون رو بذاریم اینجا. خب وسایلمون رو اینجا. بله این شد خونمون. بریم از بیرون ببینیم چی میشه. نه باحال شد.
به عجب خونه ای شد بابا بنازم. نه باحال شد. من که این ویدیو تماشا کردین لایک و ساب یادتون نره. تا قسمت های بعدی خدا نگهدار.